جک پاول مایک تایسون را در مسابقه بوکس شکست داد. مایک تایسون با 58 سال سن قهرمان اسبق چندین مرتبه‌ای بوکس حرفه‌ای بعد از 19 سال صبح امروز مقابل جک پاول 27 ساله در شهر تگزاس آمریکا وارد رینگ شد و در نهایت با تفاوت امتیازات 78 مقابل 74 شکست خورد. این مسابقه یکی از پردرآمدترین رقابت‌های رزمی جهان بود و تنها در نتفلیکس بیش از 120 میلیون نفر آن را خریداری کردند و صدها میلیون نفر نیز آن را در سراسر جهان بیننده بودند. بر طبق گزارش‌ها مایک تایسون 20 میلیون دلار از این مسابقه به دست آورده است و اما جک پاول 40 میلیون دلار عاید داشته و هر دوی آنان 50% درآمد بخش زنده از این مسابقه را به دست خواهند آورد که 10 میلیون دلار خواهد بود. ریکورد باخت‌های تایسون بعد از این شکست به عدد 7 رسید، اما او در گذشته 50 پیروزی را کسب و 44 حریف خود را نکاوت کرده است و نامش به عنوان یکی از پرآوازه‌ترین بوکسوران دنیا ثبت تاریخ است. پاول بعد از ختم این مسابقه به تایسون دست داد و وی را الگو برای اکثریت ورزشکاران دانست. او گفت ترس آن را داشت که از سوی تایسون نکاوت شود و آخرین تلاشش را کرد تا بتواند مقابل تایسون مبارزه خوبی داشته باشد. تایسون در اخیر این مسابقه گفت که رقابت اخیرش نیست و بستگی به شرایط دارد و می‌خواهد باز هم داخل رینگ شود. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.